یکی از نمایندگان مجلس تحت تاثیر زیبایی آقای قالیباف قرار گرفتن. ایشون خیلی جوان و خیلی خوش‌تیپ‌ها و اینا، من تعجب می‌کردم این جوون و این خوشگلی اینجا چیکار می‌کنه. ما میتونیم اینجوری صحبت کنیم یا فقط باید نماینده مجلس باشی بشه در موردش صحبت؟ آقای احمدی نژاد مثلا در مورد ظاهرشون در مورد نکنم بشه گفت. آقای قالیباف و اینا آدم میگه اونم حال میکنه. آقای احمدی نژاد چه پنالتی‌هایی میزد، چه پنالتی‌هایی میزد واقعا. بعد چقدر آگاه بود، به محیط اطرافش آگاه بود. یهو میدید زیپش بازه میکشید بالا، یعنی هر جا احساس ضعف میکرد سریع جبران میکرد. الان من و شما یه جا واسه زیپمون باز بشه اصلا میفهمیم؟ نه، باید 10 نفر آدم بهمون بگن. ایشون خودش فهمید کشید بالا. آقای روحانی واقعا من همیشه برام سوال بود این پوست اصلا چیه؟ چقدر شفافه؟ روتین پوستی ایشون چی بود واقعا؟ روتین پوستی مرد که جای چک خانومش روی صورتش، اینو خودم قبلا گفتم. نمیتونیم بگیم جای چک خانم آقای روحانی، نمیشه.